استراتژی آبیاری دقیق روشیه که میتونیم برای هدایت و مدیریت گیاه ازش استفاده کنیم. نموداری که میبینید یه شماتیک جامع برای مدیریت آبیاری در طول چرخه رشد گیاهه. با هم مرحله به مرحله اون رو بررسی میکنیم. در ابتدا توجه کنید که نمودار به 4 فاز اصلی تقسیم شده: فاز 0، فاز 1، فاز 2 و فاز 3 که هر کدوم از این فازها نشون دهنده یه مرحله خاص در چرخه آبیاری روزانه گیاهه. در فاز P0 که درست بعد از طلوع خورشید شروع میشه، شاهد کاهش متوای حجمی آب در بستر کشت یا رطوبت حجمی بستر کشت هستیم. چرا؟ چون گیاه با شروع فتوسنتز شروع به تبخیر و تعرق و مصرف آب میکنه که باعث کاهش رطوبت بستر کشت میشه. ابتدای فاز P1 جاییه که اولین آبیاری مدتی بعد از طلوع خورشید انجام میشه که در یک کلیپ اختصاصی در مورد تعیین زمان مناسبش کاملا صحبت خواهیم کرد. در این فاز یا همون فاز 1 ما به تدریج رطوبت بستر کشت رو افزایش میدیم. در مورد این مسئله هم یک کلیپ اختصاصی خواهیم ساخت که چطور باید رطوبت بستر کشت رو در ابتدای روز افزایش بدیم. نکته جالب اینجاست که در این مرحله بسته به نوع هدایتی که مد نظرمون هست ممکنه شاید افزایش یا کاهش ایسی در بستر کشت باشیم. در فاز P2 که معمولا تو میانه روز اتفاق میفته، آبیاری‌های نگهدارنده رو انجام میدیم. منظور از آبیاری‌های نگهدارنده اینه که سطح رطوبت بستر کشت رو در بازه معین حفظ بکنیم تا گیاه بتونه به راحتی آب و مواد غذایی رو جذب بکنه. توجه کنید که نمودار رطوبت حجمی بستر در این مرحله چطور در یک الگوی سینوسی مانند بالا پایین میره که نشون دهنده چرخه‌های آبیاری و جذب آب توسط گیاهه. و در نهایت فاز P3 که از زمان غروب خورشید تا طلوع مجدد در روز بعد ادامه داره. در این مرحله اجازه میدیم رطوبت حجمی بستر به تدریج کاهش پیدا کنه. این دوره که اسمشو میذاریم خشک شدن شبانه برای سلامت ریشه‌ها و انجام فرآیندهای شبانه توسط گیاه بسیار مهمه. حالا به خطوط رنگی دیگه در نمودار توجه کنید. خط سبز نشون دهنده سطح ایسی بستر در مرحله رویشیه و خط بنفش ایسی بستر در مرحله زایشی رو نشون میده که در موردشون در کلیپ‌های بعدی به طور ویژه صحبت خواهیم کرد. به وضوح دیده میشه که این دو خط در طول روز تغییر میکنن و با مقدار و دفعات و زمانهای آبیاری مدیریت میشن. نکته مهم دیگه دو محدوده تعادلی هستن که در بالای نمودار با هایلایت سبز و بنفش مشخص شدن و در مورد اونها هم در یک کلیپ اختصاصی صحبت خواهیم کرد. با استفاده از استراتژی آبیاری دقیق میتونیم به طور موثری گیاه رو هدایت کنیم، از منابع آب و کود به بهترین شکل استفاده کنیم و در نهایت به بهترین عملکرد و کیفیت محصول برسیم. به یاد داشته باشیم که وظیفه ما در مدیریت محیط ریشه و بستر کشت فراهم کردن شرایط بهینه برای گیاه در طول شبانه روز و هر مرحله از چرخه زندگی گیاهه. برای دیدن ادامه کلیپ‌ها حتما پیجمون رو فالو کنید.